أشرف الأعراب والأعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد. بسیاری از مردم میپرسن پس از رمضان چی میشه؟ من در واقع به برنامه خواطر از رمضان تا روزان قناعت داشتم، ولی به لطف خدا الحمدلله تصویربرداری برنامه جدید اگر بین ما بود را به اتمام رسوندیم. اگه بین ما بود یه برنامه جوون پسنده، از رسول الله علیه السلام صحبت میکنه. اصل مهم اینه که ما نمیخوایم به عقب به 1400 سال قبل برگردیم تا در ایام پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کنیم. ما میخوایم که پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز بین ما بیاد تا به ما آموزش بده که چطور در قرن 21 زندگی کنیم. برنامه چند آیتم داره. یکی از آیتم ها آیتم دوربین مخفیه. یه موقعیت رو میبینیم، از یه موقعیت با دوربین مخفی فیلم میگیریم، بعد نگاه میکنیم که مردم در خیابان چی کار خواهند کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مجسم میکنیم که اگه در این موقعیت قرار بگیره، معمولا در مدینه در موقعیتی شبیه اون قرار گرفته. میبینیم چطور عمل میکنه یا چطور عمل خواهد کرد صلی الله علیه و سلم. این خانم از تیم ماست. کیفش میفته. آیا اینو بهش برمیگردونی یا برای خودت برمیداری؟ چرا برش داشتی؟ من شما رو دیدم که اون بالا مخفی شدین. کسی بالاست؟ دوست داریم از تو تشکر کنیم که این اخلاق نبوی رو مجسم کردی، اخلاق امانتداری در خیابونها. برادران و خواهران، هم آقایون و خانمای بیننده، دوست داریم پیراهن اگه بین ما بود رو به شما تقدیم کنیم. اگه ممکنه یه تیشرت سایز مدیوم بدین. این ماشین مال توئه؟ بله. اگه پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز بین ما بود، بله. اینطور پارک میکرد؟ نه. امکان نداره. نه. امکان نداره. علیکم السلام. تو این مغازه خیلی چیزای جالب و ارزونی میفروشن. اجرای سیستم جدیده، باید سلام علیک بگی. السلام علیکم و رحمت الله. ببینیم این خانم تو این موقعیت چی کار میکنه. دوست داریم از تو تشکر کنیم که یه اخلاق نبوی رو از خودت بروز دادی. الحمدلله. اگه پیامبر اکرم صلی الله بین ما بود، وضع ما چطور بود؟ این وضعیت رو نداشتیم. خیلی وضع ما بهتر بود. به نظر شما اگه می اومد و وضع ما رو میدید چی میگفت؟ به جای اشک خون گریه میکرد. ما هم باید خون گریه کنیم. خدا کمک کنه. در هر حال باید خدا رو شکر کرد. اگه فرض بشه که یه دقیقه خودت تنها با ایشون بشینی، به اون چی میگی؟ سوال سختیه. این یه آرزوه.
اگه واقعا در کنار پیامبر بودم همین کافی بود. با دیدنش، با این دیدن او از دنیا برم. کاش این آرزو برآورده میشه. مهمترین صفت پیامبر که از اون خوشم میاد، البته همه ویژگیاش خوبه، اما مهربانیش این طور بود که همه خطاکاران رو به خودش جذب میکرد. کسی رو به خاطر خودش از کاری من نمیکرد، حتی اگه خطاکار بود. عمل به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اهل تقوا و نزدیکان محصور نبود. حتی خطاکاران و گناهکاران رو پیامبر اکرم صلی الله جذب میکرد، پیش خودش می آورد و در عمل از اونها استقبال میکرد. با وجود خطاهاشون به هیچ کس نگفت که نه تو نمیفهمی. باور دارم که این وضع یه عیب در جامعه که ما خطاکارا رو جذب نمی کنیم. جامعه از جوان انتظار کمال داره. کمال حتی بین صحابه هم موجود نبود. بله. از خداوند میخوام که از همه قبول کنه. بله. من تو که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه میسازیم، دلیل بر این نیست که ما متفاوت هستیم یا شایسته چیزی هستیم. مایه افتخار ماست، پوشش خطاهای ماست. ما هم مدعی کمال نیستیم. بله. مدعی نیستیم که ما به درجه‌ای رسیدیم که مستحق همینطوره. عمل برای آن محبوب بله. صلی الله علیه و سلم باشیم. شاید اصلا درجه‌ای بله. نباشه که استحقاق عمل برای اون محبوب صلی الله علیه و سلم ایجاد کنه. همونطور که واقعاً گفتی خدا قبول همینطوره. کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم کمترین عمل رو هم میپذیرفت. به محض اینکه کار خیر کوچیکی میدید میپذیرفت. این ویژگی اونه. بشر امروز این ویژگی رو نداره، مگه افراد استثنایی که اونا واقعا سخت پیدا میشن. اگه پیامبر اکرم صلی الله جلوی تو بود، در یک دقیقه بهش چی میگفتی؟ یعنی در یک دقیقه بهش چی میگفتی اگه فرضاً ایشون رو جلوی خودت میدیدی؟ اگه فرض شه که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ببینم، نمیدونم که به ایشون چی بگم. او در مقامیه که نمیتونم از احساس خودم برات بگم. الحمدلله، فقط پروردگار من رو از عذاب قبر نجات بده. فقط همه چیز این آرزوی تمام زندگی من. انشاءالله. در آیتم آیا میدانی تمام مدینه منوره رو تبدیل به سه‌بعدی کردیم با ابعاد و اماکن. تمام اطلاعات مدینه منوره رو از کتابا استخراج کردیم و تبدیل به سه‌بعدی کردیم. در این آیتم هر قسمت تکه‌ای از مدینه رو برای بینندگان به نمایش میگذاریم. فایده این کار اینه که موقعی که سیره نبوی رو میخونیم ذهنیه و میتونیم تخیل کنیم. مثلا موقعی که میخونیم که عمر ابن خطاب از خونش بیرون اومد و به مسجد رفت، همش ذهنیه. خونه عمر ابن خطاب کجاست؟ مسجد النبی کجاست؟ ظرفیت مسجد النبی چقدره؟ و اطلاعات مفید دیگه که به اذن خداوند متعال سیره نبوی رو تبدیل به عینیت میکنه. جوونا میتونن تجسمش کنن و خود این تأثیر سیره نبوی رو در زندگی و افکار بیشتر میکنه. موقعی که صحابه ساخت مسجد النبی را شروع کردند، در مجاورت مسجد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و همسرانش خانه هایی ساختند. برای سیده عایشه خانه ای ساخته شد. خانه های پیامبر از شاخه های خرما و گلمالی شده بودند. سقف های آنها از شاخه های خرما بود، بعضی هم از خشت بودند که روی هم چیده شده بودند. سقف آنها از شاخه خرما بود. ابعاد خانه 4.5 متر و ارتفاع آن حدود 3 متر بود. خانه یک ورودی کوچک و یک اتاقک داشت که ابعاد آن 3.5 متر در 3 متر بود. اتاقک از کسایی موین بود که به چوب درخت عرعر بسته شده بود. مساحت در اتاقک و در خانه 3.5 متر بود. برزنجی گفته که خانه سیده عایشه 2 در داشت. یک در غربی که از ناحیه غربی به مسجد باز می شد
و به در غربی هر حجره در مسجد چسبیده بود. یک در شرقی که به راهروی بین حجره ها باز می شد و از درخت عرعر یا ساج بود. پشت حجره ها یک راهرو بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام رفتن پیش همسران خود از آن استفاده می کرد. نقل شده که عرض در حجره بیش از 1 ذراع بود، یعنی تقریباً 70 سانتی متر. ارتفاع آن 3 ذراع بود، یعنی تقریباً معادل 1.5 متر، چیزی که نشان دهنده تنگ بودن این حجره هاست. مطلبی است که اسود از عایشه رضی الله عنها نقل کرده که گفت: بعضی وقتها رسول الله صلی الله علیه و سلم را می دیدیم که شب نماز می خواند. من روی تخت بودم که بین او و قبله قرار داشت. کاری برایم پیش می آمد. از قسمت پاهای تخت یواش در می رفتم، چون دوست نداشتم با صورتم با رسول الله روبرو شوم. همچنین از عایشه رضی الله عنها نقل شده که گفت: جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم می خوابیدم. پاهایم در محل قبله او بود. موقعی که سجده می کرد به من اشاره می کرد و من پاهایم را جمع می کردم. موقعی که بلند می شد آنها را دراز می کردم. می گوید در آن زمان در خانه ها چراغ نبود. همچنین سیده عایشه گفته که تخت او از شاخه خرما بود و یک بالش داشت. بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم از پوست بود که از الیاف پر شده بود. خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم ساده بود و از مظاهر تجملی خالی بود. آیتم درباره او گفتند: پیش غربی ها میریم، عرب نیستند، ممکنه مسلمون باشن، ممکنه غیر مسلمون هم باشن، ولی عنصر مشترک اینه که اونا مردمیان که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم احترام میذارن و از اون تجلیل میکنن. درباره ایشون از اونا میپرسیم صلی الله علیه و سلم تا محمد جهانی رو نشون بدیم، محمدی که از طرف همه مورد احترامه، مسلمون باشن یا غیر مسلمون. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله